ایام حزن اهل بیت، ایام فاطمیه کمتر از ایام محرم و سفر نیست. مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی بر اهل بیت سنگین تمام شد. خیلی مصیبت عظیم و سنگینی بر اهل بیت، مخصوصا برای علی علیه السلام که تنها کسی که از علی حمایت میکرد، تنها یار و یاوری امیرالمؤمنین بود، زهرا. بعد از وفات بیبی علی خیلی بیکس، خیلی غریب و تنها شد. السلام علیک یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهة عند الله. گر نگاهی به ما کند زهرا، دردهایم همه دوای کند زهرا. کم مخواه از عطای بسیارش، اون چه خواهی عطا کند زهرا. بی جای یا فاطمه. بعد از پیامبر کار زهرا گریه بود. شب و روز بیبی گریه می‌کردش، خانه گریه میکرد، قبرستان بقیع میرفت گریه میکرد. آنقدر گریه کرد، گفتن همسایه آمدن به علی عرض کردن یا علی به زهرا بگین یا روز گریه کند شب آرام بگیرد، یا شب گریه کند روز آرام بگیرد. ما از گریه زهرا در اذیتی. علی این پیام را رسون به زهرا. بعد از اون فاطمه بیرون مدینه میرفت، یا کنار قبرستان بقیع میرفت. میگه علی هم یه سایبانی برا زهرا درست کرد، زیر اون سایبان تا شب گریه میکرد. بستر بیماری قرار گرفته بود زهرا. زینب 3-4 ساله، یه دختر نازدانه 3-4 ساله زهرا زینب پروانوار دوری
بستر مادر برا مظلومیت مادرش عشق میریخت نازدانه. خدا هر خانم جوانی که بخواد در حال احتضار و رفتن قرار بگیره، بچه ها و اطفال و کودکان کوچک داشته باشد، خیلی براشون سخته. چقدر برا حسنین و زینبین سخت بود. این بیبی نازدان از زینب بالین سر مادر نشسته عشق میره، زمزمه داشت زبان حاله. به 18 سال بانوی بناله دعا میکرد طفل 4 ساله. خدایا مادرم زهرا جوان است، چرا پس قامتش از غم کمان است. نمیدانم چه رخ داده خدایا که میگیرد به پهلو دست خود را، که میگیرد به پهلو دست خود را. نمیدانم برای چیست یارب که صورت میکند پنهان ز زینب. بیافز به جان مادرم زهرا جوابم ده که دیده مادری از دختر خود رو بپوشاند. چرا مادر نمازی خش را بنشسته میخواند؟ خدایای مادرم که از اول شب تا سحر به نماز میستاد، تا سحر عبادت میکرد، چه شده نمازش را نشسته میخواند؟ چرا مادر نمازی خیش را بنشسته میخواند؟ ز فز راز آن پرسیدم و گویا نمیداند. شاید اشکهای زینب به صورت مادرش ریخت، بیبی چشماش باز کرده، زینب 3-4 سالش بالین سرش نشسته عشق میریزد، گریه میکند. این اشکها و گریه های زینب بیشتر قلب زهرا را آتش میزد. خدایا صدا زد زینبم دخترم چرا گریه میکنی مادر؟ تو باید کربلا گریه کنی، تو باید قتلگاه گریه کنی، تو باید برا فرق شکافته بابا گریه کنی، تو بعد از این برای جگر قطع امام مجتبی گریه کنی. چرا گریه میکنه دخترم؟ گریه تو بعد از اینه. شاید این نازدان عرض کرده باشد مادر چرا گریه نکنم؟ میبینم رنگت زرد شده مادر، چشمات گوت شده، بدنت خیلی ضعیف و نحیف و لاغر شده مادر، آثار مرگ به چهرت میبینم. صدا زد زینبم دخترم گریه بر مادری بیمار مکن. زینب ای دختری یک دانه من، ای گل سرسبد خانه من، بعد من بانوی این خانه توی، همدم آه یتیمان توی، جان زهرا به حسین مادر باید. زهرا سفارش حسن حسینش را به زینب 3-4 سالش میکنه، جان زهرا به حسین مادر باش.
گریه میکن ناله مزن رخم تراش بعد از این درد فراوان داره دخترم کربلا گریه و افغان داری چند جمله وصیت کرد زهران زینب یک وصیتش این بود دخترم زینبم بعد از وفاتم جلوی چشم بابات گریه نکنی جلوی چشم من گریه کرده مشکلی نیست من تحمل میکنم اما جلوی چشم بابا گریه نکنی بابات خیلی غریبه بابا تنها و به کس دخترم با عشقها و گریات قلب بابا را آتش مزن یک وصیت زهران به زینبش این بود دخترم زینب کربلا روزی عاشورا هنگامی که حسینم به سمت میدان رفت دخترم به جای من زیر گلوی حسینم را ببوس مادر خدایا زینب به این دو وصیت مادرش عمل کرد بعد از وفات مادرش هرگاه گریه میکرد از بابا پنهان گریه میکرد یه وقت علی فرمود دخترم زینبم چرا هرگاه گریه میکنی از من پنهان گریه میکنی من متوجهم دخترم صدا زد بابا مادرم به من وصیت کرده مبادا جلوی چشم شما گریه کنم کربلا هم زینب به این وصیت مادرش عمل نمود وقتی ابی عبدالله وداع نمود و خداحافظی نمود چند قدم از خیمگاه فاصله گرفته بود صدای زینب دنبال سر حسینش بلند شد مهلا مهلا ابن الزهرا برادرم یه مقدار آرامتر حرکت کن من وصیت مادرم را عمل کنم ای جان من جانان من آهسته رو آهسته رو مشکن دل سوزان من آهسته رو آهسته رو کرده وصیت مادرت اون مادری غم پرورد تا من ببوسم انجرت آهسته رو آهسته رو ابی عبدالله استاد پیاده شد زینب برادرش را به آغوش گرفت زیر گلوی برادرش را بوسید عرض کرد برادرم حسین مادرم وصیت کرده بود درگاه به سمت میدان رویم زیر گلویت را ببوسم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة و معدن الرساله السلام علیکم و علی ارواحکم و علی اجسادکم و علی شاهدکم و علی غائبکم